افزونه وردپرس چیست؟ تصور کنید خونه‌ای خریدید که امکانات مورد نظر شما رو نداره. برای مثال سیستم گرمایشی اون دیگه جوابگو نیست. پس نسبت به افزودن سیستم گرمایشی قوی اقدام می‌کنید. یا فضای اون نور کمی داره. برای همین اقدام به نصب چند پنجره می‌کنید و کم کم قابلیت‌های خونه رو افزایش میدید. همین ویژگی‌ها باعث با کیفیت‌تر شدن محیط خونه، در اختیار داشتن امکانات و قابلیت‌های بیشتر و تجربه خوشایندتری میشه. توی دنیای وب سایت وردپرسی شما همون خونه است و افزونه‌ها هم امکاناتی هستن که به خونه اضافه کردید. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، افزونه‌های وردپرس هم همین عملکرد رو دارن. یعنی با نصب افزونه‌های رایگان یا تجاری روی سایت وردپرسی میتونید قابلیت و ویژگی سایت خودتون رو گسترش بدید که باعث بالا رفتن کیفیت کل وبسایت میشه. برای مثال با نصب افزونه‌های مختلف در تمام زمینه‌ها میشه تغییرات زیادی در سایت ایجاد کرد، مثل تبدیل یک سایت محتوا محور به سایت فروشگاهی، اضافه کردن ناحیه کاربری برای عضویت کاربران، ساخت انواع فرم‌ها و غیره. به این ترتیب بدون اینکه یک خط کدنویسی بلد باشید، تنها با چند کلیک ساده میتونید هر قابلیتی که مد نظرتون باشه رو با نصب افزونه به وبسایت وردپرسیتون اضافه کنید. لازم به ذکره که برای بهبود عملکرد سایت‌های وردپرسی بهتره که از هاست مخصوص وردپرس استفاده کنید. ما در شرکت میزبانفا هاست بهینه شده مخصوص وردپرس رو به شما عزیزان ارائه میدیم. در صورتی که سایت وردپرسی دارید یا به این مباحث علاقه دارید، آموزش‌های رایگان و قدم به قدم ما رو در رسانه نکست میزبانفا دنبال کنید.